دوستان سلام، وقت همگی بخیر باشه. من علی تقیخانی هستم. خوشحالم از اینکه باز این قسمت در خدمت شما هستم. میتونم اطلاعات و تجربه خودم رو باهاتون به اشتراک بذارم. این قسمت میخوام براتون راجع به زبان صحبت بکنم. یه سری چالش‌ها هممون برای خوندن زبان داریم که میخوام بهتون کمک بکنم و یه سری پیشنهادها بهتون بدم که کمک بکنه زبانتون رو بهتر بخونید و برای امتحان زبان آماده بشید. موضوع اولی که بعد راجع بهش صحبت بکنم دیکشنری هستش. دوستان زمانی که میخواد زبان آلمانی رو بخونید، تو سطرهای اول A1 A2 مشکلی نداره که از دیکشنری های فارسی زبان استفاده بکنیم، یعنی ترجمه آلمانی به فارسی. ولی سطحتون که رفت بالا باید سعی بکنید از دیکشنری های آلمانی به آلمانی استفاده بکنید، چرا که دیکشنری ها ناخواسته جمله بندی ها رو به شما یاد میدن و شما یاد میگیرید چطوری جمله سازی بکنید. این از این موضوع. و دوستان نکته خیلی مهم اینه که سطح A1 مهمترین بخش زبان آلمانی هستش و شما باید سعی بکنید این بخش رو به درستی یاد بگیرید، چرا که اگر این سطح رو یاد نگیرید لول های بالاتر مثل B1 B2 واقعا به مشکل میخورید. پس اگر قصد دارید خودخوان بخونید یا از طریق یوتیوب یا سایت آموزش ببینید، پیشنهادم بهتون اینه که سطح A1 رو حتما کلاس برید به صورت پیشرفته و واقعا درست و اصولی آموزش ببینید و در نهایت لول های بعدی رو میتونید به همراه کتاب های آموزشی، یوتیوب یا کلاس های آموزشی یا حتی کلاس های آنلاین بگذرونید. این از این موضوع. و دوستان همونطور که میدونید آلمانی چند تا بخش داره برای امتحان: لزن، هوگن، شغایبن، اشپرشن و میخوایم راجع به اینها با هم صحبت بکنیم. مهمترین موضوع که به نظرم 80% زبان هستش، نه فقط زبان آلمانی بلکه همه زبان‌ها، بحث گوش دادن هستش. دوستان یه نوزاد وقتی به دنیا میاد چطور میتونه به زبان مادری خودش صحبت بکنه؟ درسته، با گوش کردن. اون کودک فقط داره گوش میده و اینطوری میشه که شما میتونید به یه زبان تسلط پیدا بکنید که بیشتر گوش بدید. و پیشنهاد دادم به شما اینه که تا میتونید پادکست و هوگن گوش بدید. میتونید توی کست باکس یا یوتیوب موزیک اینا رو به اصطلاح پخش بکنید روزانه، ولی به صورت متمرکز. اینطوری نباشه که مثلا دارید رانندگی میکنید یا دارید یه کاری انجام میدید یا مثلا توی آشپزخونه مشغول غذا درست کردن هستید و بیاید این به اصطلاح پادکست ها رو پلی بکنید. نه، به صورت زمان بندی شده و متمرکز سعی کنید اون هوگن رو گوش بدید. چرا؟ به خاطر اینکه شما بعد از تموم شدن اون پادکست باید بتونید 10 تا جمله، 5 تا جمله راجع به اون پادکست خلاصه بگید که چی گفت توی اون پادکست و باید سعی بکنید اون پادکست رو بنویسید. هر چیزی که فهمیدید رو با دانش زبانی خودتون باید سعی بکنید اون رو بنویسید. اینطوری هم میتونید شغایبنتون رو تقویت بکنید و هم میتونید جمله سازیتون رو تقویت بکنید و همینطور اشپرشنتون رو. برای اشپرشن توصیه‌ام به شما این هستش که یه پارتنر زبان پیدا بکنید. حالا شخصایی هستن که توی تلگرام، توی اینستاگرام میتونید پیدا بکنید، با هم کار بکنید توی کلاستون، و کسایی که حالا قصد یادگیری این زبان رو دارن با هم تعامل کنید، صحبت بکنید راجع به موضوعات مختلف. میتونید یه موضوع هر شب انتخاب بکنید و راجع بهش صحبت بکنید. اینطوری خیلی بهتر میتونید از چیزهایی که بلدید استفاده بکنید. و برای بخش شغایبن پیشنهادم به شما این هستش که تا میتونید متن بخونید و اون متن رو بنویسید. چند بار یه متن رو بخونید و متن رو کنار بذارید، یه برگه بردارید و تا میتونید راجع به اون متن بنویسید و سعی کنید به صورت کوتاه هم شده فقط شروع بکنید به نوشتن. این کاری که میتونید انجام بدید و به مرور زمان مطمئن باشید که نوشتار شما خیلی قوی تر میشه. همینطور میتونید ویدیو ببینید، ولی ویدیوها رو پیشنهاد میکنم تو سطح‌های بالاتر ببینید. ولی اگر سطح A1 A2 و B1 هستید، نیکولز وگ یه 3 قسمت هستش، 3 تا ویدیو فیلم هستش که برای آموزش زبان آلمانی استفاده شده، تهیه شده. میتونید استفاده بکنید، خیلی مفید هستش. براتون این پایین مینویسم، به اصطلاح توی یوتیوب هست، میتونید ببینید. توی تلگرام میتونید دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. بهتره که چند بار اون ویدیو رو ببینید، به خاطر اینکه گرامرهایی که استفاده شده توی هر ویدیو مناسب اون سطح هستش و بهتون کمک میکنه که گرامرها رو جای درستی قرار بدید و از کلمات و فعلها و وربها به
صورت حرفه‌ای و در جای درست استفاده بکنید ازش. موضوع بعدی که باید راجع بهش صحبت بشه امتحان زبان هستش. دوستان تفاوت خیلی زیادی توی آلمانی خوندن و امتحانی خوندن هستش. خیلی فرق میکنه. یه زمانی شما میخواید یه زبانی رو یاد بگیرید و نمیخواید امتحان بدید و کاملا بحثش فرق میکنه، ولی وقتی میخواید امتحانی، یعنی میخواید برای امتحان و آزمون آماده بشید، حتما باید خودتون رو برای اون آزمون و اون امتحان آماده بکنید. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه هر مؤسسه شرایط خودش رو داره برای امتحان. بر فرض مثال OSD، OKF، گوته، اینا مراکزی هستن که میتونید امتحان بدین، ولی ظاهرا دیگه الان گوته توی تهران نیستش. حالا ما به صورت کلی توضیح میدیم که کسی هم خواست بره کشورهای اطراف امتحان بده بتونه از پسش بر بیاد. ببینید دوستان، هر مؤسسه کتاب آموزشی خودش رو داره و آموزش ها و امتحان هایی که میگیره به صورت اختصاصی هستش و وقتی که میخواید مثلا OS امتحان بدین سعی کنید منابع امتحانی، یعنی کتاب های آمادگی آزمون همون مؤسسه رو بخرید و تست بزنید. این پایین براتون هم برای سطح B1 و هم برای سطح B2 چند تا کتاب معرفی میکنم. این کتاب ها رو بگیرید و شروع کنید 3 ماه حداقل قبل از امتحانتون آمادگی آزمون رو کار بکنید. کلمات داخل اون کتاب ها رو در بیارید و سعی بکنید که از منابعی مثل کلمات امتحانی سطح B2، کلمات امتحانی سطح B1 استفاده نکنید به هیچ عنوان. سعی کنید کلمات رو از داخل متن در بیارید و یاد بگیرید. خوندن فقط کلمات خوندن به دردتون نمیخوره و بهتون کمک نمیکنه که اون کلمات رو استفاده بکنید ازش. شما باید ببینید که یک کلمه، یک فعل یا یک ورب توی چه شرایطی استفاده شده و اینو یاد بگیرید و سعی بکنید که همه تکست ها و همه متن های اون کتاب های آمادگی آزمون رو بخونید با دقت، تحلیل بکنید و ببینید که چه ساختاری برای آزمون طراحی شده. بهتون خیلی کمک میکنه که با دیدگاه خیلی بازتری نسبت به امتحان آماده بشید و همینطور وقتی که تکست می‌نویسید پیشنهادم به شما اینه تکست های امتحانیتون رو به چت جی پی تی بدین و ازش بخواید که 1 غلط‌های املاییتون رو در بیاره، 2 اون تکست ها رو به نحو احسن، یعنی بهتر براتون بنویسه و مجدد شما اون رو مطالعه بکنید، ببینید چه جایی میتونستید از چه فعل‌ها و گرامرهای استفاده بکنید که نکردید و با تکرار این قانونی که بهتون گفتم طی گذر زمان میتونید خیلی بهتر تکست بنویسید و آماده بشید برای آزمون، چه B1 چه B2. دوستان جا داره بهتون بگم که با B1 میتونید مهاجرت بکنید، با A2 میتونید مهاجرت بکنید، بدون مدرک زبان هم میتونید مهاجرت بکنید. از لحاظ قانونی بدون مدرک زبان شدنیه. ویدیوش هم داخل اینستاگرام براتون گذاشتم، حتی فرمی که کارفرما باید امضا بکنم براتون گذاشتم. اما نکته‌ای که باید بهتون بگم اینه شخص تا روزی که از ایران خارج نشده باید زبان بخونه. شما باید تا میتونید سطح دانش خودتون رو بالا ببرید و حداقل مدرک زبانی که ما نیاز داریم بهش B2 هستش، چرا که داخل مدرسه و محیط سطح زبان C1 C2 هستش و باید خیلی تلاش بکنید. وقتی با A2 B1 وارد آلمان میشید سطح زبانتون رو باید خیلی بالا ببرید و چون زمان ندارین در طول روز برای زبان خوندن خیلی اذیت میشید. پس پیشنهادم به شما اینه حداقلش روزی 3 ساعت خونه زبان بخونید، حتما پادکست گوش بکنید و حتما متن بنویسید، اخبار رو دنبال بکنید، خیلی بهتون کمک میکنه. این توصیه های من بود برای زبان. امیدوارم که هر جا هستید موفق باشید. ویدیو بعدی راجع به جمع کردن مدارک ما برای ترجمه هستش و در ادامه همراه باشید. تا چند روز آینده تمام ویدیوهای مربوط به مهاجرت رو آپلود میکنم که دیدگاهتون نسبت به این مسیر کاملا باز بشه. خوشحال شدم که تا انتهای این ویدیو من رو همراهی کردید. موفق باشین. خدا نگهدار.